اکنون یک لحظه آرامش ندارم. در این دنیای فانی جای موندن ندارم. جز ترس و نومیدی چیزی نمیبینم. بیخبر و درمونده و عاجزم. مادر عزیزم نمیتوانست بچه دار شود. مادرم در حسرت بچه دار شدن شب و روز در دعا بود و انتظار میکشید. او امیدوار بود با تولد یک پسر این شرم و خجالت از وی برداشته شود و نام خاندان توسط این پسر ادامه یابد. بعد از اون بود که من متولد شدم. یک بچه 10 ماهه مریض و رنجور. من توسط این خانواده به فرزندی گرفته شدم. در اون زمان بود که خانواده ساده روستایی هم معنی خوشبختی را دونست. بچگی من پر از رویا برای آینده‌ای روشن بود. چشمان مادر مهربانم داشت کور می شد. این خبر را اولین بار پدرم به من گفت. حتی نمیتونستم تصور کنم که اون چه حسی داره، یا اینکه چطور بعد از این در یک دنیای تاریک زندگی خواهد کرد. زمان زیادی از این موضوع نگذشته بود. وقتی که در کلاس نشسته بودم از من خواسته شد که زودتر به خونه برم. اونجا بود که مادر نابینام به من گفت که داییم فوت شده. خیلی متوجه نشدم که چی میگه. فقط میدونستم که اون رفته و من دیگه اونو نمیبینم. از خدا پرسیدم چرا مرگ وجود داره؟ مردم بیگناه چرا رنج و عذاب میکشن؟ معنی زندگی چیه؟ مادرم واقعا زن با تقوایی بود که به من چیزهای زیادی یاد داده بود. توصیف مادرم از پل صراط، پلی برای رسیدن به بهشت که به باریکی یک تار مو و به تیزی یک شمشیره و زیر اون آتش سوزان جهنم قرار داره رو به وضوح به یاد داشتم. گاهی وقتا در زندگی اینطور به نظر میاد که تمام امیدها و رویاهای ما برای یک تار مو در نوسان هستن. بعد از سالها جستجو برای جواب سوالام کمر همت رو بستم و کفشامو واک زدم و کت شلوار نو پوشیدم و عطر زدم. هنوز خیلی جوان بودم. فقط 17 سال داشتم. وقتش رسیده بود که به دنبال آرزوهام برم. درخواست ورود به دانشگاه رو تکمیل و ارسال کردم و با تمام توانم خودم رو وقف درس خوندن کردم. خیلی پیشرفت کردم، حتی خیلی بیشتر از همکلاسیام. به این افتخار می‌کردم که هدفم ورود به مدرسه عالی حقوق بود. باید به اونجا می‌رفتم. توی زندگیم غیر از اون به هیچ هدف دیگه‌ای فکر نمی‌کردم. روز موعود فرا رسید. میتونستم ضربان قلبم رو که به شدت میزد حس کنم. به محض اینکه سر جلسه امتحان نشستم، نفس عمیقی کشیدم و شروع کردم. در حالی که برگه ها رو یکی پس از دیگری پر میکردم، تمام آرزوهام جلوی چشمان بودن. وقتی تو امتحان قبول شدم، به شدت به خودم میبالیدم. اما همه آرزوهام برباد رفت. به خاطر اینکه پولی نداشتم که شهریه دانشگاه رو پرداخت کنم. به همین خاطر همین برنامه رفتن به دانشگاه و شروع حرفه جدید قبل از اینکه شروع بشه تمام شد. وقتی از ناامیدی سرمو بلند کردم و به اطراف نگاه کردم، خیلی از دوستامو دیدم که زندگیشون بی هدف و پر از الکل و مواد مخدر و مهمونی بود. با خودم فکر کردم شاید معنی زندگی همینه. به اونا ملحق شدم. هم تو مشروب خوری، هم تو خوشگذرونی. خوش میگذروندیم و کلی میخندیدیم. اما با خرج کردن همون یه ذره پولی که داشتم برای عیاشی و خوشگذرونی، خودمو از آرزوهام، خانواده‌ام و از همه بدتر از خدا دور کردم. تنها توی تاریکی، خیره به سایه ها، حس غرق شدن توی گرداب تاریکی رو داشتم. هر لحظه مانند پروانه می سوزم، دلم پر درد و چهره‌ام غمگین، پشتم خمیده و چشمانم پر از اشک برای گریز از این درد از جفای زمانه. فصل بهار رسید. کوهپایه ها و دره ها از خواب زمستونی بیدار شدن و شروع به جوونه زدن کردن. واقعا تمام اینها باید یک هدف داشته باشه. فصل بهار روح من رو هم بیدار کرد. خدا دختری زیبا به نام مایا رو به زندگی من فرستاد. زندگی زیبایی رو با هم شروع کردیم. خانوادمون بزرگتر شد. برادر زنم آشور
مثل برادر صمیمیم شد. یادم میاد که چطور به فرزندخوندگی پذیرفته شده بودم. همه چیز خیلی عادی بود، انگار که من تو اون خانواده متولد شده بودم. یکی از بهترین زمانهای زندگیم تولد دخترم شاهیره در سن 20 سالگیم بود. قدیمی‌ها میگفتن وقتی پدری صاحب فرزندی میشه درست مثل این میمونه که خودش تازه به دنیا آمده باشه. این تولد دوباره به عنوان یک پدر بعداً به من کمک میکنه که معنای تولدی دوباره که روزی تجربه خواهم کرد رو درک کنم. سالها سپری شدن. ما باز هم صاحب فرزند شدیم و همسرم دوباره باردار شد. اما اون فرزندی که در راه بود رو توی تصادف وحشتناک رانندگی از دست دادیم. تو زندگی خیلی از اتفاقات تلخ مثل یک زمستون سخت ما رو تحت تاثیر قرار میدن و به نظر میرسه که این سختی ها اصلا تمومی نداره. شکاف عمیق بین ما و خدا که شامل آتش چاه بی انتهای جهنم بود به قوت خودش باقی بود. به خاطر همین چیزهای خوب تو زندگی مثل تجربه های زودگذری که از بهشت میان به نظر میرسه. حتی با وجود اینکه من تمام وظایف شرعی اسلام رو انجام میدادم، خدا به اندازه ستاره ها از من دور بود. از علمای دینی سوالای زیادی میپرسیدم. خودم رو روی شنهای روان ایستاده تصور کردم. پل صراط مدام جلوی چشمام بود. نمیدونستم من و عزیزانم چطور میتونیم از روی اون عبور کنیم. حتی آرزوش هم محال به نظر میومد. یه روز عاشور منو به کناری کشید و گفت شهرات، میخوام یه چیزی بهت بگم. من تا اون روز صورت عاشور را اینقدر مصمم ندیده بودم. به من گفت که راه مستقیم به سوی خدا را پیدا کرده. با خودم گفتم چطور عاشور راه مستقیم به سوی خداوندو میدونه؟ ما هیچ وقت صحبتی راجع به مسائل دینی نکرده بودیم. اون گفت عیسی مسیح راه مستقیم به سوی خداست. اون پلیست که ما رو به خدا میرسونه. من گفتم عاشور چی داری میگی؟ درباره دین روس‌ها حرف میزنی؟ حواست کجاست؟ ما ترکمن هستیم. خشم و عصبانیت تمام وجودمو گرفته بود. اگه عاشور برادر زنم نبود حتما یه سیلی محکم به صورتش میزدم، اما عاشور اینقدر به حرفاش اطمینان داشت که از جاشم تکون نخورد. از همه بدتر این بود که جر و بحثایی که میکردم برای خودم هم تو خالی به نظر میومد. جایگاه خیلی مهم عیسی مسیح که تو کتاب قرآن اومده بود رو نمیتونستم انکار کنم. اون معجزات زیادی کرده بود که هیچ کس قادر به انجامش نبود. علاوه بر این اون زندگی پاک و مقدسی داشت. در حقیقت اون تنها کسی بود که میتونست از پل صراط عبور کنه. حتی اون رو، یعنی عیسی مسیح رو، کلام خدا هم مینامیدن. یعنی انقدر مهم بود. من این درک رو داشتم که بخشی از رشد اسلامی نگاهی دقیق تر به زندگی و تعلیمات عیسی مسیحه. من و عاشور با هم یک فیلم از داستان‌های انجیل درباره عیسی مسیح نگاه کردیم. هر کلمه‌ای که از دهان عیسی مسیح میشنیدم به دلم میشست. صحبت‌های عیسی جهت و مسیر زندگی منو برای همیشه تغییر داد. عیسی مسیح اینطوری میگفت: بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، من به شما آسایش خواهم بخشید. چقدر محتاج این آرامش بودم. گفتم: عیسی، من به چنین آسایشی محتاجم. من به کلام تو ایمان دارم و زندگیم رو به تو تسلیم میکنم. بعد از اینکه این دعا رو کردم، برای اولین بار تو زندگیم حس کردم توسط آرامشی کامل و امیدی الهام بخش احاطه شدم. بلافاصله پیش مادرم رفتم تا این خبر خوش رو به اون هم بدم. مادرم که کاملا نابینا بود و از جستجو برای جواب سوالاش خسته شده بود، به تمام حرفای من با دقت گوش داد. من به اون گفتم که عیسی مسیح فرستاده شده تا در بین ما زندگی کنه و بر مرگ پیروز شد. اون پلیست که خدا به ما داده تا بتونیم از روی پل صراط رد بشیم. مادرم از شدت شادی با صدای بلند گفت: این پیغامیه که منتظرش بودیم. تمام ما ترکمن‌ها باید این رو بشنویم. من شروع به در میون گذاشتن این خبر خوش با خانواده و دوستانم کردم. خیلی از آدم‌ها با نگاه عجیب به من میخندیدن. دوستم مراد با تمسخر به من میگفت: شهرات،
تو کشیش روس‌ها شدی؟ اما من اهمیتی نمیدادم. خیلی از ما این پیغام رو باور کردیم و زندگیمون رو به عیسی مسیح سپردیم. همسرم، مادرم، خواهرام و دوستانم مرتب دور هم جمع می شدیم و غذا می خوردیم، دعا و پرستش می کردیم و کتاب مقدس می خوندیم. دیدن این که دیگران هم همون خوشی و آرامشی که من حس کرده بودم رو تجربه کردن برام فوق‌العاده لذت بخش بود. خانواده الهی توی سرزمین ما هم پدیدار شده بود. انسان‌ها در تمام جهان بدون توجه به زبان و فرهنگشون دور هم جمع میشن و خداوند را پرستش و شکرگزاری میکنن بابت عیسی مسیح که باعث وصل شدن رابطه بین بشر و خداوند شد. و مثل من همه ما توسط عیسی مسیح در خانواده الهی خداوند به فرزندی پذیرفته شدیم. بعد از تمام این اتفاقات بود که قدم ایمانی خودم رو برداشتم و به دنبال آرزوی گرفتن مدرک حقوق رفتم. من با تمام وجودم وارد مدرسه حقوق بین المللی شدم و درسم رو تموم کردم. توی شغلم خیلی سریع رشد کردم. مردم پیش خودشون فکر میکردن که چطور یه پسر یتیم، فرزند یک معلول جنگی، پسر یک مادر نابینا به همچین مقامی رسیده. این موضوع اونا رو آزار میداد. من در جواب میگفتم من یتیم نیستم، من به فرزندی پذیرفته شدم. وقتی که بچه ناتوان و ضعیفی بودم، مادرم منو به فرزندی گرفت و وارد خانواده خودش کرد، چون منو خیلی دوست داشت. درست همینطور که خداوند منو به فرزندی گرفت و وارد خانواده خودش کرد، به دلیل اینکه من رو خیلی دوست داشت. همونطور که تولد تازه رو موقع پدر شدن تجربه کردم، الان هم تولدی تازه در خداوند رو به عنوان فرزند خدا تجربه میکنم. همونطور که خداوند قبل از گناه آدم و حوا به اونها نزدیک شده بود، میخواد با ما همین رابطه نزدیک رو داشته باشه. به خاطر همین عیسی مسیح رو به میان ما فرستاد. عیسی مسیح رابطه قطع شده ای که در نتیجه گناهان بشر بین خدا و انسان ایجاد شده بود رو دوباره وصل کرد و شرم و خجالت ما رو برداشت. عیسی مسیح راه راستی شد که ما را به طرف خدا میبره. همه ناامیدی ها نیست شدن و در حضور خدا کوری و نابینایی محو شد. قومی که در تاریکی به سر می برد نور عظیمی رو دید و اونهایی که در تاریکی زندگی می کردن نوری بر اونها درخشید. مردمی که در تاریکی به سر می بردن نور عظیمی رو دیدن و بر اونهایی که در سایه مرگ ساکن بودن روشنایی درخشید. این تاریخ ماست. آیا شما هم مثل من قبول دارین که عیسی مسیح ما را با خدا آشتی میده؟ آیا شما هم مثل من قبول میکنید که پیغام عیسی مسیح ما را با خدا صلح میده؟ و آیا میخواهین به خانواده الهی بپیوندین؟